داستان زن هیله‌گری که بدون پرداخت پول و بدون دزدی همه جوجه‌های مرد جوجه فروش رو ازش گرفت. اگر میخوای بدونی که چجوری این کارو کرده، حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باش. سلام همه شما دوستای عزیز، خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما هستید. امروز با شما با یه داستان خیلی باحال دیگه. حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. توی روزگارهای قدیم یه مرد زندگی میکرد که اوضاع مالی خیلی خوبی نداشت. از دار دنیا چند تا سکه نقره داشت که اینا رو همش توی یه صندوقچه ازشون حفاظت میکرد و توی زیرزمین خونهش پنهان کرده بود. مرد هیچ وقت دلش نمیاد به اون نقره دست بزنه. همیشه میترسید از این که ممکنه یه وقتی قحطی بیاد، یه وقت جنگ بشه، یه وقت زلزله بیاد. همیشه از اینجور بهونا واسه خودش داشت و جرئت نداشت که به اون سکه‌های نقره دست بزنه و نگرشون داشته بود واسه روز مبادا. یه روز تو بازار دم دکه یکی از دوستاش نشسته بود و دید که چند تا تاجر دارن با هم صحبت میکنن. یکی از تاجرها به اون یکی گفت که کسب و کار جوجه خروس خیلی الان خوب شده. اگر کسی یه دونه سکه نقره داشته باشه میتونه کلی جوجه خروس بخره و ببره به فلان شهر و اونجا بفروشه. اون شهر واسه جوجه خروس سر و دست میشکنن و راحت میتونه کلی سود بکنه. مردی که اینا رو شنید با خودش گفت که خب من چرا همچین کاری نکنم؟ اون همه سکه نقره اونجاست، یکیشو میبرم میفروشم، کلی جوجه خروس میخرم و میبرم به همون شهر میفروشم و کلی سود میکنم. خلاصه خودش رو راضی کرد که بره یکی از اون سکه های نقره رو برداره. رفت یکی از اون سکه های نقره رو برداشت و باش کلی جوجه خروس خرید. راه افتاد و رفت تا رسید به همون شهری که تاجر گفته بود. رسید به اونجا و رفت یه گوشه از بازار بساطش رو پهن کرد و طولی نکشید که همه مردم دور جمع شدن. همه ازش قیمت میخواستن. مرد جوجه فروش گفت من اینا رو خریدم هر کدومو 2 تا سکه، به شما میفروشم 3 تا سکه. مردم شروع کردن به خندیدن و گفتن هر کسی که بهت گفته فروش جوجه خروس اینجا خوبه چیز درستی گفته، اما نه به این قیمت. جوجه خروس نهایتا اینجا یه سکه است، تو نمیتونی با این قیمت اینجا چیزی بفروشی. مرد خیلی ناامید شد. یه 2-3 روزی گذشت و هیچی نتونست بفروشه. یه زن هیله‌گر و حقه‌بازی توی اون شهر زندگی میکرد. داشت از بازار رد میشد تا رسید به این جوجه فروشه. اومد و بهش گفت که جوجه ها چنده؟ گفت که 3 سکه. زنه که قصد نداشت حتی یه دونه جوجه هم ازش بخره بهش گفت باشه، بردار همه اینا رو بریم تا خونه ما و منم پولش اونجا بهت بدم. مرد جوجه فروش خیلی خوشحال شد و همه اون جوجه هاشو برداشت و راه افتاد پشت سر همون زنه. رفتن تا رسیدن به یه مسجدی که 2 تا در داشت، اما مرد جوجه فروش از این قضیه خبر نداشت. زن به مرده گفتش که جوجه ها رو بده من برم توی خونه، تو همینجا وایسا تا من برم واسه پولتو بیارم. جوجه ها رو ازش گرفت و از این در رفت تو مسجد و از اون یکی درم فرار کرد و رفت خونهشون. مرده هم همونجا منتظر نشسته بود. خلاصه رفت و رسید به خونهش. توی خونهش 2 تا دختر داشت. دختر بزرگتر بهش گفت که این جوجه ها چی؟ از کجا آوردی؟ گفت اینا رو از یه مرد جوجه فروشی گرفتم. بنده خدا هنوزم منتظر تو مسجد تا من ببرم بهش پولش رو بدم، اما نمیدونستش که مسجد 2 تا در داره و منم از اون یکی دره سریع فرار کردم. دخترها که از مادرم بدتر بودن شروع کردن به خندیدن و دختر بزرگه گفت میخوای من برم حالا واسه همه لباساشو بیارم؟ مادر گفت اگه بتونی این کارو بکنی که خیلی خفنی. دختر پاشو راه افتاد و رفت مسجد. دید جوجه فروش بنده خدا همونجا ناراحت نشسته. بهش گفت چی شده مرد؟ واسه چی اینقدر ناراحتی؟ جوجه فروش هم همه داستانو واسه دختره تعریف کرد. دختره گفت که اشکالی نداره، حتما الانم دیگه هیچی پول نداری. من یه کوزه پر از سکه نقره دارم که پسرم انداختهش تو چاه آب، من نمیتونم برم درش بیارم. بیا بریم این کوزه رو برای من در بیار، منم مزد تو رو میدم، برو باهاش زندگی کن. مرد جوجه فروش بیچاره بازم گول خورد و پا شد همراه دختره رفتش لب چاه. رسید لب چاه و لباساشو در آورد و پرید رفت تو چاه. دخترم تا
دید که مرد جوجه فروش رفته تو چاه، سری لباساش رو برداشت و رفتش خونهشون. مادرش که دید دختره با لباس اومده خیلی ازش خوشش اومد. دختر کوچیکم برای اینکه کم نیاره گفتش که من میرم از تن عریانش و اینکه هیچی نداره 1000 تا سکه میکشم بیرون و میارم. مادره گفتش که عمرم بتونی این کارو کنی، اون دیگه اصلا هیچ چیزی نداره الان، اون وقت میخوای 1000 تا سکه ازش بدزدی؟ دختره گفت بشینید و تماشا کنید. پاشو رفتش رسید به همون چاه، دید که مرد بیچاره لخت لب چاه نشسته و منتظره تا یه کسی بیاد کمکش کنه. بهش گفت که چی شده؟ چرا اینجوری شدی؟ اینجا نشستی؟ مردم شروع کرد همه داستان واسه دختره تعریف کرد. دختره بهش گفت من بهت یه دست لباس خیلی خوب میدم، اما یه شرطی داره. جوجه فروش بدبختم گفت هر شرطی باشه قبوله. خب من بهت یه دست لباس خوب میدم، اما تو باید قول بدی که هر جا من خواستم با من بیای، هر چی هم که من ازت پرسیدم یا هر کسی دیگه پرسید فقط بگی آره. مرد جوجه فروش هم قبول کرد. راه افتادن با هم رفتن تو بازار و رفتن توی طلا فروشی. دختر یکم طلاها رو نگاه کرد، این ور مغازه رو نگاه کرد، اون ور مغازه رو نگاه کرد. یه چند تا طلا انتخاب کرد، یکیشو برداشت و رو به مرد جوجه فروش گفت اینو به نظرت بخریم؟ مرد گفت آره. زن طلا رو داد به فروشنده مغازه و گفت که ما اینو میخوایم. یه چند تا طلای دیگه هم برداشت و هر کدوم به مرد نشون میداد و میگفت اینو بخریم، اونم میگفت آره. بعد از اینکه انتخابشو کرد یکم گشت و به فروشنده گفت که من پولامو یادم رفته بیارم، این مرد اینجا گرو باشه، من برم خونه پولا رو بردارم و بیام. فروشنده هم قبول کرد. برگشت به مرد جوجه فروش گفت که شما اینجا منتظر میمونید تا این خانم بره پولا رو بیاره؟ مردم طبق عادت و قولی که داشت گفت آره. خلاصه طلاها رو برداشت و رفتش خونه شد. یه چند ساعتی گذشت و فروشنده مرده گفت که چرا پس این دختر بچه نیومد؟ مطمئنی رفته پولا رو بیاره؟ مرده بازم طبق عادتش گفت آره. خلاصه هیچی، کلی گذشت و دختر بچه نیومد و فروشنده دید که مثل سرش کلاه رفته. برداشت و مرده رفتن پیش قاضی. رسید پیش قاضی و همه داستان واسه قاضی تعریف کرد. قاضی بهش گفت که اون دختره رو میشناختی؟ مرده بازم طبق عادت گفت آره. گفت رفت پولا رو بیاره؟ گفت آره. خلاصه هر چیزی ازش پرسید مرد جوجه فروش فقط میگفت آره. قاضی هم از این حرکت مرد عصبانی شد و دستور داد که مرد رو بخوابونن و شلاقش بزنن. شروع کردن به شلاق زدن جوجه فروش که جوجه فروش وسطش گفت ای خدا لعنت کنه هر کسی رو که گفت تو این شهر جوجه فروش خوب میخرد. قاضی اینو شنید و گفت که صبر کنید ببینم چی شده. از مرد داستان رو پرسید و مردم همه قضیه رو واسه قاضی تعریف کرد و قاضی فهمید که چه بلایی سر این جوجه فروشه. بدبخت اومد و دستور داد که آزادش کنن و برگرده به شهر خودش و مردم هر چیزی که داشت سریع برداشت و فرار کرد و دیگه هم پشت سرش رو نگاه نکرد. ممنونم که تا آخر این داستان همراه ما بودید. حتما اگر این ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و از بقیه ویدیوها هم دیدن کنید. اگه دنبال یه راه سرگرم کننده برای وقتهای آزادت میگردی و به این مدل داستانهای فارسی هم علاقه داری، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن و بقیه ویدیوها رو هم ببین. مطمئنم که از داستانهای جذاب این کانال خوشت میاد.